السلام علیکم. خانه آباد و خوشنود باشید. بیخبر از همدیگر آسوده خوابیدن چی سود؟ بر مزار مردگان خیش نالیدن چی سود؟ زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چی سود؟ گر نرفتی سوی او تو در زمان بودنش، خانه صایب از تا صبح خوابیدن چی سود؟ زنده را تا زنده است ای دوست قدرش را بدان، ورنه بر روی مزارش دست گل چیدن چی سود؟ با محبت دست پیران را عزیز من ببوس، با محبت دست پیران را عزیز من ببوس، ورنه بر روی مزارش تاج گل چیدن چی سود؟ یک شبه با زنده ها غمخوار باش، یک شبه با زنده ها غمخوار باش، ورنه بر روی مزارش زار نالیدن چی سود؟ بیخبر از همدیگر آسوده خوابیدن چی سود؟ تشکر زیاد.